بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحابته و من والاه و بعد. بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در این برنامه هم با یکی از صحابه های جلیل القدر و بزرگوار صدر اسلام هستیم. ایشون عبدالله فرزند برونمند سهیل ابن عمرو عامری است. عبدالله نوجوانی بود که با دعوت به اسلام را خیلی زود پذیرفت و چون خانواده‌ای بود که خانواده رشید و عاقل بودند. پدرش هم سهیل ابن عمرو بارها در معارک مختلف در جایگاه مختلف پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش تمجید کرده، حتی در فتح مکه به اون امان داده تا اینکه بعد مسلمان شد و بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم هم سهیل ابن عمرو کسی بود که مسلمان ها را در واقع در مکه آروم کرد از تنش هایی که به وجود آمده بود. کاری به خود سهیل الان نداریم، بریم سر عبدالله. عبدالله این نوجوان برونمندی که از قبیله بنی عامر مسلمان شده بود، از همه روزهای اولی قریشی هست، عامری هست. به حبشه هم هجرت کرد در هجرت دوم، همونطور که یکی از سیرنویسان مشهور به نام ابن اسحاق و محمد ابن عمر این را می نویسند که جزء مهاجرینی بود که به حبشه هجرت کرده بود. سپس وقتی بازگشت، در بازگشتش که میدونید سال هفتم صورت گرفت، مده مسلمان ها برگشتن، شدت اذیت و آزارهای قریشیان نسبت به مسلمان ها اوج گرفت، زیادتر شد. پدرش اون رو گرفت و بست و اون را مورد اذیت آزار قرار داد، یعنی به حدی که خواست اون رو چیکار کنه، از دینش باز بگردونه. اون هم یکی از کسانی بود که شاید این آیه مبارکه در صدر سوره العنکبوت شاملش بشه، اون جایی که الله سبحانه و تعالی میفرماید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. آیا مردم میپندارند که با گفتن ایمان آوردیم امتحان نمیشن؟ بله، ما البته قبل از اینها هم کسانی که ادعای ایمان کردند را آزمودیم و آزمایش کردیم تا اینکه اهل ایمان را از اهل نفاق با هم چیکار کنیم؟ جدا کنیم. بله، عبدالله یکی از کسانی بود که در راه خداوند آزمایش شد، در راه ایمانش امتحان پس داد و امتحان موفق و سرافراز و پیروزی هم بود. در زمانی که در جنگ بدر سهیل ابن عمرو همراه مشرکین در جبهه باطل بود، در حالی که عبدالله اسلامش رو کتمان می کرد هم در صف اونها بود. زمانی که جبهه ها آراسته شد، جبهه بدر در واقع اهل اسلام در یک گوشه و مشرکین در گوشه دیگه صفارایی می‌کردند برای مبارزه، عبدالله یک مرتبه از صف باطل گریخت و خودش رو به قافله اسلام رسوند و با پیامبر از نزدیک بیعت کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد خوشحال شد با ورود اون و لذا میشه گفت که عبدالله یکی از صحابه های بدری است، یعنی در معرکه بدر حضور داشته، در حالی که تا چند لحظه قبلش در صف جبهه مقابل بدری ها بوده، ولی از اون جایی که از معرکه خوب استفاده کرد. در بدر و ما بعد آن، احد، خندق و غزوه های ما بعدش هم در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به میمنت این نوجوان مسلمان غیور به پدرش هم آزادی هایی داد، به این منظره که وقتی در همون جبهه احد یا بعدها در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه خواستند که حمله ها شروع بشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که فلعمری ان سهیلا له عقل و شرف و ما مثل سهیل
جهل الاسلام. من میدونم که سهیل انسان عاقل و شریفیه و شرف و مکانت خاص خودش را در میان عرب داره و مانند سهیل اسلام را براش از اسلام بیگانه نیستند، یعنی از اسلام غریب نیستند، میدونن حقیقت را، شاید فرصت اسلام آوردن را براشون به وجود نیامده. ولذا در زمانی که صلح حدیبیه بود، 3 سفیری که عازم شدند برای بحث و مناقشه با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، سهیل ابن عمرو بود که موفق شد به یک توافقنامه دائم با پیامبر برسه. یک قطعنامه‌ای که قراردادی که برای 10 سال نوشته شد، هرچند 2 سال بیشتر دوام نیاورد و در مقابل قریشی ها با حلفایشون اون پیمان نامه و عهدنامه رو شکستند و باطل کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این سخن را در روز فتح مکه به عبدالله گفت: نعم هو آمن بامان الله فلیظهر. زمانی که عبدالله برای پدرش امان خواست، یعنی اینکه در جبهه مقابل هنوز هست، در مکه وجود داره، از تعرض مسلمان ها در امان باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بله اون در امان هست و کسی به اون تعرض نکنه و اون رو مورد اذیت و آزار قرار نده. عبدالله رضی الله تعالی عنه پسر سهیل ابن عمرو مقاله زیبایی داره، فقال کان والله برا صغیرا و کبیرا. سهیل به خدا سوگند که فرمود که عبدالله انسانی نیکوکار در بزرگی و کوچکیش نسبت به پدر و مادرش بوده. این صحابی جلیل قدر در روز یمامه همراه عیاش ابن ابی ربیعه در سال 15 در سن 30 و چند سالگی به شهادت رسید. در معرکه یوم یمامه که میدونید یوم یمامه یعنی جنگی که با مسیلمه بود، جنگی واقعا طاقت فرسا. لشکر مسلمان ها خالد بن ولید را اداره میکرد، فرماندهی میکرد با 12,000 نفر، در حالی که در مقابل 21,000 نفر بودند. 1200 شهید این معرکه به جای گذاشت که از میان اونها 500 قاری و حافظ قرآن بود و لذا یکی از اونها عبدالله ابن سهیل ابن عمرو بود که مسلمان ها در از دست دادن این نیروی بزرگ امت اسلامی بسیار ناراحت شدند و یکی از اسباب جمع آوری قرآن هم همین معرکه بود. امیدوارم که خداوند عزوجل امت اسلامی را از این خیر صحابه های بزرگوار محروم نکنه. خداوند عزوجل را میخوانم که ما و شما و سایر مسلمان ها قدر این سپهسالاران، این شهدا، این بزرگواران، این پیشگامان اسلام را بدونیم و به زحمات و تلاش های اونها ارج بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله.